حضرت حق سبحانه و تعالی به فرشتگان دستور می دهد این مامای درود است، بسیار درود بخوانیم که به درد ما و تو می خوره. صدا می زنه به فرشتگان. تفسیر روح المعانی محمود آلوسی بغدادی رحمت الله علیه آورده که برو بین حضرت آدم را بیاوریم. حضرت آدم را می آورند. پروردگار می گوید در کنار عرش حضرت آدم را قرار بدهیم که آل حساب و کتاب فرزندان شروع می شود و تماشا کند. حضرت آدم را می آورند. خوب گوش کنین عزیزان من، این را با آب طلا سر دل خود بنویسین، این داستان یادتان نرود. می آورد حضرت آدم را. حضرت آدم در یک جای بسیار بلند استاده می شود تا اینکه فرزندان خود را ببیند که چی می کنند. در همین لحظه اول کسی که به حساب کتاب پیش کرده می شود کدام امت است؟ امت محمد صلی الله علیه و سلم. امت رسول الله را نزدیک ترازو می آورند. چقدر روز سختی است. روز امتحان که ما در مکتب میریم، همون طفلکی که 5-6 تا رفیقایش در اطرافش جمع است، او رنگ گوریش همون تو پریدگی است که امروز من ناکام نشده باشه. چقدر سخت است روز قیامت. ما چقدر گناه را پود کردیم از اینان، ولی اون روز دیگه همه چیز برملا می شود، همه چیز فاش می شود. در همین اثنا وقتی حضرت آدم می آورند در کنار عرش قرار می دهند، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک میزان می شود، نزدیک ترازو می شود. یک فرد را از میان صف و امت پیامبر جدا می کنند، نزدیک ترازو می آورند. وقتی که اعمال نیکه ها و بدی هایش را وزن می کنند، بدی هایش گرنگ می شود، نیکه هایش سبک. این بیچاره دیگه بسیار وضعش خراب می شود، سر و صورتش عرق گرفته است، میگه تباه شده. الله به فرشتگان دستور می دهد ای فرشتگان این را بگیرین ببرین داخل جهنم بیاندازید. وقتی فرشتگان هر دو دست این را می گیرند و این بیچاره که دیگه هیچ چاره ای ندارد، هیچ قدرتی نیست که از دست فرشته من تو را نجات بدهد، هیچ چاره ای ندارد، با دل پر از حسرت و پریشانی به سمت جهنم حرکت می کند. در همین اثنا حضرت آدم تماشا می کند. آدم می داند که امروز میدان محمد است. آدم می داند که امروز فقط رسول الله باید حرف بزند. آدم می داند که امروز فقط رسول الله باید شفاعت کند. آدم می داند که خلائق جز رسول الله کسی را ندارد. آدم می داند که رسول الله محبوب الله است. حضرت آدم وقتی این حالت را می بیند تحمل نمی کند، صدا می زند ای احمد. به همین نام صدایش می زنند ای احمد کجا هستی؟ بیا که امتت را به سمت جهنم می برد. کجا هستی ای احمد که امتت را به سمت جهنم می برد. در همین اثنا می بینند که رسول خدا سراسیمه از میان خلایق جدا می شود، می آید جلو روی فرشتگان استاد می شوند، می گویند امت مرا رها کنین، امت مرا رها کنین، کجا می برید؟ فرشتگان می گویند ما مأمور هستیم، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ما نافرمانی الله کرده نمی توانیم. دستور رب العزت و الجلال است کی به جهنم باید برود. رسول خدا اصرار می کند ولی سخن پیامبر را گوش نمی کند. در همین اثنا محبوب ما، غمخوار ما، دلسوز ما، مهربان ما، اون که شبها نخوابید، اون که تمام هم و غمش امت بود، در آخرین رمق زندگی فاطمه را یاد نکرد، عایشه را یاد نکرد، ابوبکر را یاد نکرد، صدا میزد امتی امتی امتی. جای افسوس نیست که امت امروز روزه بخورد، جای افسوس نیست که امروز امت نماز نخواند، جای افسوس نیست که امروز خواهر حجاب نداشته باشد.
در حالی که چنین محبوب دارد. در همین اثنا وقت صدا می‌زند که امت مرا رها کنین، به سخن پیامبر فرشتگان گوش نمیدهند. رسول صلی الله علیه و سلم گردن مبارکش پرت می شود، دست چپ خود را می گیرد، به ریش مبارک خود می برد و به سمت عرش نگاه می کند، می گوید ای الله مگر تو وعده نداده بودی؟ ای الله مگر تو وعده نداده بودی که درباره امت تو را ناراض نمی کنم؟ ای الله تو خود میبینی امت مرا به سمت جهنم میبرند، امت مرا رها کن. در همین اثنا صدا می آید از بالای عرش ای فرشتگان سخن محبوب مرا گوش کنید، سخن رسول مرا گوش کنید، سخن غمخوار امت را گوش کنید، بیاورین امتش را دوباره سر ترازو بیاورین. دوباره این بنده خدا را می آورند، در کنار ترازو استاده می کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف می آورد، در کنار ترازو استاده می شود. این نمی شناسد که رسول الله هست. ما چقدر بی‌وفا هستیم، امروز نمی شناسیم. خب به هر کس وفا کردیم، به هر کس لبیک گفتیم، به هر کس احترام گذاشتیم، سخن هر کس را گوش کردیم، اما یک کسی که سخنش همیشه میشکند محبوب ما رسول الله است. اینجا استاده می شود، در همین لحظه دوباره عمل این بنده را وزن می کند، باز می بیند که حسناتش و کارهای نیکش سبک می شود. در همین اثنا رسول صلی الله علیه و سلم آستین مبارک خود را دور می کند، یک پاکت و کاغذی از آستین می کشد، این را در ترازوی اعمال این بنده می اندازد. به قدرت پروردگار حسناتش می رود بالا، حسناتش می رود بالا. فرشتگان صدا می زند سعید آدم، سعید آدم و ثقلت موازینه. خوشبخت شد آدم، خوشبخت شد آدم که فرزندش نامه اعمالش گران شد. در همین اسناد دستور داده می شود که این بنده را ببرین به سمت جنت، به سمت بهشت ببرین این را. وقتی فرشتگان می گیرن که این را راهنمایی کنن به سمت جنت، این بنده خدا می گوید یک چند لحظه دست بر اعلا بکنیم. چی کار داری؟ کی را می خواهی؟ میگه چند لحظه دست من اعلا بکنیم. وقتی دستش را رها میکنن میگه چی میخواهی؟ میآید در نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد میشود، میگوید قربانت شوم، فدایت شوم، تو چقدر سیمای زیبا داری، تو چقدر اخلاق داری، تو چقدر زیبا صورت هستی، تو کی هستی که امروز هیچ کسی به درد من نخورد، هیچ کس صدای منو نشونید، پدر امروز در کنار من نیست، مادر در کنار من نیست، برادر در کنار من نیست، تو کی هستی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میکند، میگه من نمیشناسی؟ تو در دنیا شنیده بودی که محمد است صلی الله علیه و سلم؟ ای امت من رسول الله هستم، من رسول الله هستم صلی الله علیه و سلم. عزیز دل،
اینمی پیامبر محبوب و نازنین روز قیامت می آید و قال الرسول یا رب وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا میزند که ای پروردگار این امت من قرآن را پشت سر خود انداختند. این کتاب چه کتاب شیرینی است نه؟ تو بار بار آواز از این را بشنو، بار بار چه زیبایی دارد.